الو گلرو جون پدرت آمد. دماغش چاق، настроенияш زور. حاضر نه سیب خورده شده است. اکن خدا رازگیش گیریم و فاتحه پدرت را گیریم و تو یکی شمای من بینم. خودت میدونی که پدرت عصبی پدرکت خیر کن نمیدونم. دو چمدان خب پسی دروازه انتظار وای رو هم دعوت میکنم. اول دیلی پدرت یابم بعد دو چمده دعوت میکنم. خدا معقول شود، خدا معقول دانده کن. مرش دختر جان وای گلروی یکی منی ولی ریانکا نوش من نوشیدم چهارده من نشد. دتا جونش همون جوان آمد، جوانی که کی؟ گلروی جانی دخترمون گفته بودند که همون معقول کرده است. کن همین جوانه اگر راضی باشید. چی مقصد و نیت؟ اگه مقصدش گلرو جان و همین جوان یعنی داماد شونده فاتحه شما گرفتنی. اگر راضی باشید توی یکم قرار دیم، چون که بیهوده نگفتند که پدر ریزا خدا ریزا. فهمو مالش روی بیادک بینیم داماد توره رو ما آدم خور نکو. فقط عصبی نشوید. یک تشه سیب قطی زده بوده دیگر همه خیل روی خانمان رو فراموش کرد. حاضر من دعوت میکنم فقط عصبی نشوید. دادا جانکش عصبی نشوید. خانه داری؟ نه کاری خانه داری؟ نه ندارم. از بزرگان نظر کنن صاحبی خانه میشی. ماشین چی؟ ماشین داری؟ نه ندارم. از بزرگان یک نظر کنن یک دستگیری کنن صاحبی ماشین هم میشه. اقلا دیپلم معلومات داری؟ یگان هنر داری؟ نه ندارم. خیلی از بزرگان نظر کنن یک دستگیری کنن صاحبی معلومات هم میشه، هنر هم میشه، دیپلم هم میشه. همه از بزرگان دکم نظر کنن. دادا جانکش من فطیر گرم پخت آوردم. نه وکک از تنور کندم. خیر دو شونده چی خیل معقول شد؟ جوانی بد نه. نه جوانی بد نه. ورودی ما دا معقول شده سای. مرا عزیز بزرگا گفته سای. آفرین خان تا بزن.